برنامه امروز پیکنیکه. وسایل جمع کردم و اسنپ گرفتم و حرکت کردم به سمت جایی که دوستم منتظرم بود. خب اینجا دیگه هر دوتامون رسیده بودیم و داشتیم حرکت میکردیم به سمت بالا. ویدیو گرفتم با این وسایل خیلی سخت بود، ولی در کل داشتیم دنبال یه جای خوب میگشتیم که بشینیم و وسایلمون رو پهن کنیم. Lately I've been thinking way too much about whether I'd even call this love. I'm always in my head, you're always on your phone. It never seems to feel right. No plane is in the sky. از اونجا که من و دوستم هر دو شکموییم تا رسیدیم، اول بساط غذا رو پهن کردیم. No help is on the way. I don't know what you want me to say. Can't take another year, can't take another day. Can't wait until it feels right. دارم میرم آبجوش بگیرم، اینو پرش کنم، چای بخوریم. ما ناهارمون رو خوردیم، اومدم برم سرویس نه آب کنم، آب جوش بر چای. آینه بسی کثیفش. اینجا هم دوستم برام 3 جغد کوچولو هدیه آورده بود که صدام نیومده داخل ویدیو. آخه شما ببین چقدر کیوت و نازن. این بنفشه رو بیشتر از همه دوست دارم. همشو داشتم براتون توضیح میدادم ولی اینو بیشتر دوست دارم. Lately I've been thinking way too much about whether I'd even call this love. I'm always in my head, you're always on your phone. It never seems to feel right. No plane is in the sky, no help is on the way. I don't know what you want me to say. Can't take another year, can't take another day. Can't wait until it feels right. آقا اینجام دارید دیوونه بازی من و دوستم میبینید. قرار بود چالش بگیریم ولی هرچی براش توضیح میدادم متوجه نمیشد و دیوونم کرده بود. یه چایی برای اینکه بشوره ببره. اینجام دارید قیافه خسته منو میبینید و در آخرم اسنپ گرفتیم و به سمت خونه حرکت کردیم. و اینجا هم دارید آقای راننده رو مشاهده میکنید و تمام. وقتی رسیدم خونه به شدت خسته بودم و خوابم میومد، ولی باید کارامو انجام میدادم. یه قهوه خوردم و رفتم سراغ کارام.